دیتای سم شما پارت 1. نگار جون، من سال 1398 روی اینستاگرام با یه پسری آشنا شدم که پسر ورزشکار بوده. اون موقع منم تو داروخونه کار میکردم و داداشمون وقتی فهمید خیلی خوشحال شد، دیگه کلا هر روز به من پیام میداد. آقا همجوری پیش رفت و فاره، تو اگه مال من باشی من اسمتو میزنم تو بیوم و فکر کن به همه نشونت میدم و اینا. حالا واسه من یه ویتامین بیا، واسه من یه قرص بیا، واسه من یه اینا. آقا از چیزای کوچیک کوچیک شروع کرد تا یه روز قرار شد همو ببینیم. منم خودم رو خوشگل کردم، آماده، فکر کردم یعنی با یکی از اون ماشینای خفن میاد دنبالم. این آقا اینکار بوکس کار می‌کرد، اینا معروفم بوده، معروف بین دخترها البته. آقا من منتظر بودم این نیومد دنبال من. گفت هوا بارونیه من نمیام، من با ماشین خودم میام، تو هم برو اون کافه تا ما همدیگه رو اونجا ببینیم. منم آماده شدم اونجا رفتم. بچه‌ها داداشمون که تو عکساش 2 متر بوده با یه پرید حالا خیلی قدیمی در حدی که صدا میداده میاد میرسه کافه. من دم کافه منتظر